27 ساله از دوشنبه الهام تویروف به دور نوبتی موسم دوم آزمون گلوس در شبکه یکم تلویزیون روسیه روی یافت. الهام شام 19 نوامبر همراه با مکسیم زویدیا ترانه استادشان در این آزمون دیما بلان با نام اکیان را اجرا کردند. اجرای این ترانه سهل نیست چون که برای آن 3 اکتاو لازم است. الهام تویروف گفت از بس که رفع او بین تاجیکستان و روسیه در دوران پاندمی مشکل است، او مجبور شد که از دوشنبه به مسکو بکوچد. الهام تویروف خط کرده دانشگاه سلاویانی و متخصص زبان خطایی است. الهام تویروف روز 15 اکتبر در دور اول با هنر خود همه 4 داور موسم اینک دوم آزمون گلوس در شبکه یکم تلویزیون روسیه را به وجد آورد و همه آنها الکساندر گراتسکی، لیانید اگوتین، پلاگیا و دیما بیلان کرسی‌هایشان را به طرف الهام گردانیده به او برای اشتراک در دور بعدی راه خط دادند.